به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستا سلام، وقتان بخیر. آرزومند هستم هر کجایی که هستین صحت سلامت باشین. خوش آمدین به برنامه ما. به نام یاد خدا. سلام وطندارای عزیز، امیدوار هستم خوب و صحتمند و سر حال باشین و در کنار فامیلای عزیزتان روز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و یا هم سپری کنین. دیگه هنوز اول صبح است. دیگه بازم خوش آمدید میگم به یک از ولاگ‌های دیگه ما. دیگه قسمی که میبینین باز هم خواستیم برتان ولاگ بگیریم از همون ولاگ‌هایی که شما خوش دارین، چون درخواستای دوستا زیاد بود. ما ای بار البته تنها یک سوژه که دوستا گفته بودن نی، ما کوشش میکنیم این دفعه 2 سوژه پیش بریم و شما نظرات نیکتانه، پیشنهادات نیکتانه با ما شریک بسازین که هر چقدر بهتر ما بتونیم برنامه ثبت کنیم. تشکری خاص میکنم از همه عزیزای دل که بیننده برنامه هستن، از کومنت های زیبایشان بر ما کومنت های خوب میتن. دیگه همیشه بیننده برنامه ما باشین. دیگه انشالله کوشش میکنیم برنامه های جالب ثبت کنیم. دیگه ایام که امروز ثبت میکنیم کمی متفاوت تر است. بله. دیگه باز اگر خوشتان آمد بخش کومنت ها بر ما بگوین که همیشه همه قسم ویدیوها را ثبت کنیم. دقیقا. دیگه ما کوشش زیاد ما همی است که برنامه جالبتر شوه. هر روز آشپزی هم اولش ما را خسته میسازه. دوستا خو طبعا چی میگن بزرگوار هستن که با وجود که برنامه ها تکراری است بازم میبینن. دیگه خیر ببینین، سلامت باشین. تشکر از دوستایی که کامنت ماندن، نظرات نیک خدا همراه ما شریک ساختن. دیگه کوشش زیاد ما گفتیم در کل همی است که نظرات و انتقادات شما را بپذیریم و در سایه عمل پیاده بسازیم. زیادتر در بخش کومنت ها دوستا گفته بود شما هر روز برنامه آشپزی میگیرین، چرا یگان برنامه دیگه نمیگیرین؟ شما که اول گفته بودین برنامه تان متفاوت است، یعنی تنوع به وجود میارین، اما گفته هیچ کدامش مثلا نکردین. در روز اول گفته که برنامه تان زیاد خوبش بود، عالی بود، من برنامه تان میدیدم. چه خوب است که از امو جوکا جور کنین، طنز جور کنین، به خاطر که میگه بیننده شان زیاد است. دیگه ما هم کوشش میکنیم همون قسم یک برنامه یا هم از او قدر متفاوت تر بگیریم که شما را خوشتان بیایه و یک چند دقیقه که مثلا میخواین چینل ما را ببینین لذت ببرین از امو دیدنش. دقیقا. دیگه انشالله شما بیننده برنامه ما باشین. بخش اول برنامه ما یک چی میگنش یک ویدیوی کوتاه جور میکنیم که البته پارت اولش امشب شما میبینین. پارت های بعدیش اگر خوشتان آمد با آینده ثبت میکنیم به شبهای آینده. در کومنت ها باز بر ما بگین اگر خوشتان آمد پارت دومش ثبت میکنیم و اگر خوشتان نامد موضوع رو تغییر میتیم. بخش اول برنامه ما سریالک های کوتاه است دوستان که ما و یاسمین جان همراه فامیل کوشش میکنیم یک سوژه های خوب پیدا کنیم، آموزنده و از همگی که کوشش میکنیم که چون زیادتر ویدیوهای ما فامیلی است در خانه ها پر میشه، کوشش زیاد ما ای است که هم اطفال دیده بتانه هم بزرگات دیده بتانه و کدام محدودیت سنی نداشته باشه. دیگه انشالله بریم. دیگه پارت اولش هم میگیریم. کم معلومات هم بودم یعنی باز خودشان ویدیو رو نه ببینن سپرایز باشن. خیلی بیننده باشین دوستان. ای خدا. خدا این هوا چقدر گرمه. یاسمین، یاسمین بیار یک چای مای بیار. قد از این مردم هم بیخی در غم ماندیم.
صبحم تیر میشه قرض ما بده، چاشتم تیر میشه قرض ما بده، شبام تیر میشه قرض ما بده. هیچ حیام ندارن. غیر قصدار دستیم هستیم دیگه. یک مردم به حیا، یک مردم بیروی. یک زنم داریم که تا چاشت خواه. نه باز گم شد. آدم مانده و زله بیا گمش کو که. چون حساب خدا آدم سر چی خوب کنه سر چی خراب کنه. از یک سی بیکاری رسید. بخیر روانیش ده. غیر کت خود گپ ده. غیر کت خود گپ ده. یک دانه زنم داریم که این نمیکد ما نمیشینه قصه نمیکنه. ما چون چی کنیم ای خدای. گمش که خوب شدم از خانه را گرفتیم. بی خانه پالیدن جو کد. صبحم برو خانه بپال، چاشتم برو خانه بپال، شبم برو خانه بپال. یک دانه زن داریم که درک نمیکنه. صبحم که ببینی بیار خرج، چاشتم که ببینی بیار خرج. خیلی های مکو. این حال باز برو باز چی بگویم. این باز خواه به نظرم. بیشی دیگه تا چای بیار. قربانم زنای ساق. تا که می آمدی وقت به شوی چای گرم مینداخت. وای از چی بنالی؟ از قرضداری، از بیکاری، از دکاندار سر کوچه. مچ مالا. این بیخانگی هم خود در بدر ما کرد. از این خانه دا او خانه کوچ کو، از او خانه دا او خانه کوچ کو. وای. برو خوب شد خدا خیر بته می همسایه را که پتلون نو خو بر ما داد. باش برم که چی میکنه چای مای خونه آورد بمش کن. سلام. و علیکم سلام. خوش آمدید. چرا جواب نمیدی؟ چی ده؟ یک ساعت از دولی صدا دارم که بیار چای بیار. نشنیدم صدایت. روزگار خو کد ما نمیسازه تام نمیسازی. صدایت نشنیدم یاسر. چرا باز چی کردی؟ چه قسم رفتار است؟ رفتار نداره گمش که چی میکنی؟ باز دلتا که پر که سر ما خالی میکنی. سر تو خالی نمیکنم. در بیرون میری قرضداری الایت نمیته، بیکاری الایت نمیته. این خرچ خانه در خانه کاملی باز یک چای بر آدم نمیره. از دست خود کردی، گناه خودت است. از هر کس قرض گرفتی، از دکاندار تو گرفتی، از همسایه تو گرفتی. خب گناه خودت. هی چی میکردم گوش نمیماندم تا نه؟ کار میکردی. کار میکردی خیلی از صبح تا شب که گم هستم کجاستم؟ کار میکردی. مشکو که زنم درک نکنه والا چی بگم. همسایه آمده بود پشت قرضداری خود. باز چی گفتی؟ گفتم خودش که آمد باز بیان گپ بزنم باش. خب میگفتی نداره. ای چند روز بعد بیا. ما چی بگم من رای همسایه؟ قرض تو گرفتی تو گپ بزنی کتش. چای بیارم بر. نه زار بیار زار. یک ساعت از دولی صدا دارم چای بیار. نشنیدم. بخی یک گلاس هوا بیار که زار مرگ کنیم. یخچال خراب شده. او گرم است. بیارم او گرم. بیار گمش که صحیح زار مرگ بیار. وای. از زنم طالع نکردیم. مردم ها رسای که وای.
یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ما چی شوی روزگاری بی یا چیه؟ یاره همسایه داده به بچه اینا رو ششت. فکر ما پریشان کردیم بسم الله یادم رفت. گناه خودت است دیگه. کل چیز گناه ماست. دیگه گلاس این بغل روش. در این خانه یک قسم صداهای عجیب است یاسر، ما میترسم. چی است؟ صداهای عجیب. چه قسم صداهای عجیب؟ این یک قسم که در این خانه یک نفر دگام است. نیست آدم کو نفر دیگه. من مشنوم. اگه خیالاتی خدا میسازی مرام خیالاتی میسازی که باز من برم کار نکنم یک 2-3 ماه دیگه پشت خانه برد بگردم نمیته دیگه در 500 کی میته کرا. یاسر دیگه در می خانه میشینی؟ خانه هم قدیمی است، میتونه هر چیز داشته باشه. چی داره حالا؟ ما و تو رام خب به هر صورت بچه میترسن، هم میتونیم در اینجا زندگی کنیم، یک خانه صحیح بپاد. دو بچه خدا می خود به خدا میترسانن. یاسر میترسیم، باور کن. از چی تو میترسین؟ روزانه در خانه نیستی، نمیفهمی که چی کارا رخ میده در خانه. صداهای عجیب، بیرون رفتن نمیتونیم، هر لحظه هر دقیقه که ببینیم در اولی صدا میایم. من میترسم. نیست و چیز نیست و دختر و آدم همی اصحاب ما خراب نکو یه چیز نیست ای خانه. خیلی خودت در کار نرازی بابات بیشه در خانه باز میبینی چی کنم چادرم سر کنم؟ من خب باز میگی کنه قصدار پشت خانه آمد. گپ مرا باور نداری. من خب میگم صداهای عجیب است در خانه. ما چون دیگه شما نمیفهم دختر. چه رقم صدا میاد؟ صداهای عجیب از دروازه، صدای قدما، کسی مثلا کسی دولی را میره بازی آدم میکنه. دمی اولی کی از یک ماه توستیم دیگه. خب من یک همسایه از میشنوم صاحب اولی یاسر. است که دو سر با ما سود او از کجا پیدا میشه دی پایین. خب دیگه صدا میایم، من خب میترسم. من شک دیگه میشک اینجا بوده زندگی خیال کنه لاتیش دی. نمیتونم. کجا ببرم؟ پاریس ببرم؟ یک جای دیگه بریم، یگان خانه خوب تر از و آدم من میگم من پیسه ندارم خانه پیدا نمیشه دی 500 روپه. امیالم دیدی 500 روپه پیشکی خواستم من تا بال ندادیم گپ داده رو ایستم. این خانه قدیمی است دیگه، من زندگی نمیتونم اینجا. خب میگفتی نه آقای تو میگفتی خانه شایی برات میخرید. چی خنده است؟ تو را گرفتم که تو بگیری. حالا کل ظلم سرم است. تو را گرفتم بازی خندید بیخی تو بروی من تو یک بهترامی میکنی. آدم عروسی میکنه که مثلا یک خانه خوبتر، یک همسر خوب، یک چیزای خوب نصیب شه. اما تو رو بیبی چه قسم امرای من رفتار میکنی در خانه سیل کو، چه قسم خانه سر دقت ترس است. از این که در خانه خوب نمیگم خانهش خراب است، اما میترسم صداهای وحشتناک از دی خانه. من زندگی نمیکنم اینجا. خودت یک روز خیده کار نرو باز میبینی که چه قسم است ای خانه. خانه قدیمی است، امکان داره هر چیز داشته باشه ای خانه. اولیش کلان تنها. من میترسم. تنه کلی چیز داری ما بدال تنه از یا من داری ما که خانه خوب نگرفتی. خب میاوردن نه 40-50 لک رو پس خانه آقایت میاوردی که خانه برات میخریدم. حضور واسه ما خونیم 500 افغانی است. گورم تا بال نداده. خب بیکاری را میبینی که آدم میره میگرده هیچ کار نیست. همش که چاش نانمان خوردن نخوردن. زار مرگ بیارگان چیز که آدم بخوره. هیچ چیز پخته نکردیم. در خانه چیز نمانده.
تو هم گوش نشیدی؟ آه. نبود بچهش کار نبود. از صبح برآمدم، گشتم. از موی سرم تا نوک پایم عرق سر کرده بود. خب میرفتی خانه همسایرک تخت میزدی یگان چیز میگرفتی. خیر قرض باشه باز میتونش آخر ناخر. من اینجا نمیشناسم همسایه را، تازه آمدیم چه قسم برم. خب میرفتی اون همسایه قبلیت میگرفتی. گرمی بود، بچه هم مریض، وضعیتش خراب میشد. اگه او قرضداری های سابقه خود سر ما حساب میکنه خیره بگو زاغ زنده باشه. آخر ناخر قرضشان نمیتم. یک دو دانه کچالو چیز که من قرضشان نتم. نمیته، حالمون هم نمیته، به خاطر قرض زیاد گرفتیم، پیسه هم گرفتیم، خوراکی و اینا هم گرفتیم، دیگه نمیته بر ما. حالیا به نام خدا یه چیز نمیته مردم. حالا ارواح مردا نداره. مردم دیگه اونایش فکر نمیکنه به مثل تو. او توستی که به نام خدا میتی، هر کس به مثل تو نیست. روز که بد آمد همین زنم سر آدم این زبان پری آسیا گپ زده میره. بر من زبان بازی نمیکنم یاسر، من حقیقت میگم. سال که در خانه یک چیز نمانده، آرد نیست، کچالو نیست، روغن نیست، خیلی چی بخوریم؟ الو زن، آلارد و کچولو که نبود مردم زنده نیست؟ نه، خیلی چی میخوره؟ خیلی چی بخوریم؟ آل علف ملف ای چیز پیدا نمیشه در خانه پدر نالد. ما حیوان هستیم؟ آل حیوان آل من نمیگم علف روی کردا، یک گندنه، یک نانا، یک گشنیز کد نان بخو. دته 5 روپا بده که من برم گندنه بگیرم. بر گندنه را بر من مفت نمیته مردم، پیسه خودم میگیره. چیکو تو با بکتاش یک کالای درست خریده نمیتونی. کت کالای همسایه آلیا چیه؟ کالا تیرش نیست؟ میکنم، روز یا تیر کالا میکنم نیست؟ کتش. کالا اینه کالا اینه کالا. کت کالای کنه. حالا زن هستی، زنای سابق کلگیش خیاطیات داشت. هنوز کالای کنه ما بگی یک کالا جور کو. باز کنه شد یاسر. خیلی نو ابریشم از کجا کنم برات بیارم او زن. بکتاش لیاقت بهترین چیزا را داره. او هنوز خورد است. او از حالی که کالای کنه بپوشه، کالای مردم بپوشه، او کلان شوه هم بگی تنه میتیش. خیلی من چی کار کنم؟ گناه من چیسته اینجا؟ حالا ما در کالای کنه کلان نشدیم. فقط در خانه خودتان ملکه بودی، ملکوری کلان شدی. من هم نمیگم من مثل ملکه بودم، اما ما بچیم میخوایم که از همگی که در بالا باشه. نمیخوایم مردم تنیش بده که با کالای کونه اونا کلان شده. خانه میگرفته نه دارسی سر ما باج نمیکدن. سلکو کونگی چه؟ اگر چی شوشتیم هم باز آمیچ، همو رنگ چرگیش که مانده هنوز آمیش حالا نره. چرا توی میکنه؟ توی اگه میکنه که بگو که یک دست دریشی برش بیارم. قربانه هم زنهای سابق در نداری واتر میکد، در نیست نداری واتر میکد، در کالای کنه واتر میکد. همو تو بود که زندگی خودانا تباه کرد. اون او سال دیگه بر تو بچهت کالا گرفتم. از او سال تا این سال چند سال تیر شده یاسر؟ الو آدم مردم 10 سال یک کالا را میپوشد. من بر تو پارسال گرفتم. او مردم است، مردم هر کار میکنه، نمیشه که ما بریم انجامش بدیم. نه مردم هر روز کالای نو میپوشن. ما هم از تقاضا نکردیم بر من هر روز کالای نو بخر. من کت کالای نو بیرون برم نه، ما میره نمیخوایم، اما یک کالای باشه که درست، حداقل جدید باشه، از خودم باشه، از پیسه خود خریده باشه. گوش کو گپا گوش کو نمیکدین دارسی سر ما باج نمیکدین. 50 جوره را تنها در قومایتان دادم. 50 جوره مردانه بیار، 50 جوره زنانه بیار. او خدا خیر بتری سفیداره که در 25 جوره فیصله کرد. رسم و رواج هم رقم است. نمیگرفتی عروسی نمیکدی، زن نمیگرفتی. خیلی چی میکردم؟ خب مجبور هستم بیایم عروسی کنم زندگی خدا جور کنم. خیلی بهترین زندگی است. توشک داری، قالین داری. خیره دیگه که یک خانه ما کرایه هست دیگه.
زندگی فقط در توشک و قالین نیست. نمیشه که بگیم توشک و قالین داریم برو دیگه زندگی ما بهترین زندگی است. ای که در خانه گشنه ماندیم خیره، ای که در خانه روغن پیدا نمیشه ایره خیره. قالین و توشک داشته باشیم. من نمیگم ببرم قالینم بفروش، بیاز و ظرفای دیگر فروخت در خانه هیچی نماندی، همین قالینم بفروش که دل دارم بگیره. زبان نکو میگم، زبان نکو. حسنال در گریان شروع میکنه. خدا نتر تو دیدم فرقش. گناه من چیست؟ من چی گناه دارم؟ گناه تو اینی نیست که هر دقیقه که میایم مغز سر مرا میخوری، مغز سر مرا میخوری. من دیگه نمیفهم که تو چی کنم. اگه که من خوش نیستی که واضح بگو که ببرمت خانه پدرت. هر چقدر که چرت میزنم تو دنمود آب و هوای خود روان هستی. دختر خالم پرده خریدم من ندارم، از کجا کنم؟ دختر خالم به بچه خود کالا خرید من ندارم. هر دقیقه تنه فلانی رو داری مبر، تنه فلانی رو داری مبر. اگه سر خدا روزی حق داریم خواهی نه روزیه. کالا نداشته نه کالا آورد برش خدا دیگه. این همسایه نورده. خدا روزی رسانه. باز توهمات میزنه، خیالات میزنه. مچم خانه صدا داد، مچم مولی صدا داد، مچم زینه صدا داد. در حالی که هیچ چیز نه. خواه خیر باشه. یا من تو رو اصلاح میکنم یا میکشمت. من رفتم. وطندارای عزیز، به ادامه برنامه خوش آمدین. دیگه خدا کنه که از ویدیویی که براتون ثبت کردیم خوشتان آمده باشه. نه، این ویدیو که ما ثبت کردیم زیادترش زندگی واقعی است، حقیقت زندگی است. یعنی در زندگی بعض کسا اتفاق افتیده و همچین چیزایی بوده. زیادتر قصه ها رو هم شنیدیم یا سر که همه قسم بوده. مثلا در خانه که رفتن زیادتر صداهای وحشتناک میشنیدن و یعنی از سابق و خانه میگن زیادتر خانه ها که خانه باشه قدیمی که باشه باز می داشته باشند بعضی چیزا. اما خدا شکر میکنیم خانه ما او قسم نیست. این یک ویدیو بود که ما تو ثبت کردیم. دیگه خواستیم که بر شما دوستا بگوییم که در زندگی بعضی کسا همچین اتفاقای میفته. مشکلات زیاد مشکلات است، کار نیست، زندگی نیست. زیادتر مردم در خانهشان نان نداره، زندگی درست نداره، بر طفلشان کالا این چیز نمی داشته باشه. وقتی یک طفل می داشته باشن درست برشان نمیتونه برن یک کالا را خریداری کنن، با دل خودشان نمیتونن یک چیزا بخورن. دیگه اینمو تو یک زندگی است. دقیقاً. خواستیم که یک برنامه بگیریم به دوستا تا دوستام ببینن دیگه اینا حالا خو تایی رسپ میکنیم نشر میکنیم. دوستا بخیر شب که دیدن باز در بخش کومنت ها بر ما بگوین که چطور بود، خوبش بود نبود. اگر خوبش بود ادامه میتیم و اگر نبود دیگه همونجا استاپ میکنیم و یک برنامه دیگه کار میکنیم. دقیقاً. دوستا تا چی میگن این برنامه‌ای را که ما جور میکنیم وقتگیر است، زمانگیر است. اولا زمانگیر از چه لحاظ است که باید ما داستان نویسی کنیم. داستان نویسی از این وقت میگیره. بعد از او دیالوگای از این که باید حفظ کنیم. همگیش نمیشه از حفظ پرتیم ما. دیگه باید دیالوگا حفظ شوه اول، بعدا باز ثبت شوه و بعدا نشر شوه. دیگه دوستا کوشش ما زیادی است که زندگی های واقعی را به تصویر بکشیم. و دوم گزینه ای است که پیام های مثبت و منفی را به دوستا برسانیم. مثلا پیام این ویدیوی ما به دوستایی است که ولو زندگی و مشقت روزگار هر چقدر که باشه کوشش کنیم همدل باشیم. چرا که اگر بخوایم نخواهیم مشکلات است. مشکلات زندگی زیاد است. مشقت های روزگار همیشه
چی میگن دامنگیر و گریبانگیر انسان ها است. خیلی کوشش کنیم در هر شرایط بسازیم، برای یکی دیگه تنه نبیاریم. مثل که من یاسمین جان تنه دادم که 25 جوره گرفته بودین در حال که بیچاره نگرفته بود. یا مثلا یعنی چقدر که روزگار خراب باشه، و ما گفتیم ما زیادتری از قوم ما هست که رسم رواجشون است. رسم رواج قوم ها هست. بعض قوم های مثلا دور ولایتی اینا باشه با زیادتر رواج می داشته باشن که مثلا به مخیش قوم نزدیک خود ماما زن ماما اما این همی خوارزاده و اینا است که برشان لباس میده دیگه مجبور هستن بتن به خاطر رسم رواج است. اما بعضی است که مثلا همو پیسیش نداره، دقیقاً امکاناتش نداره، اما کوشش کنیم که زیاد قید نگیریم. بسازیم. با همون کم و کاسی که هست باید بسازیم. با اون پیسی که در دست ما هست کوشش کنیم یک زندگی خوب برای یک دیگه ما بسازیم. گفتم چی گفتم؟ نه سرگم خودت خنده نگرفت. مرا موسنی که علف گفتم. علف یادم آمد. سنه را دوستان باز نشر میکنیم که ببینیم. دوستا ما چی میگن بسیار کتای زیرم چند دفعی ثبت کردیم. من قدر دوستا با احساس پیش میرفتم، کوشش میکردم که خندیم نگیره، اما بازم خنده میامد. بعضی جایا که یاسر میگفت باز مرا خنده میگرفت، اما اون جایی که یاسر خنده کردم یاله باز انشالله میبینین پشت صحنه. مثلا امشب که برنامه نشر میشه نه شب بعدش که پشت صحنه‌ش نشر میکنیم باز بخیر ببینین. میگه یاسر گفته که یه سپرایز باشه دیگه. باشه سپرایز باشه. پشت صحنه هم سپرایز باشه دوستا سعی کنید چی گدودی است. و البته این پشت صحنهش زمان نشر میشه که مورد پسند دوستا باشه. پارت 2 پارت 3 تا که این داستان خلاص میشه انشالله. اگر دوستا خوش کردنی باز دیگه ایش هم ادامه میتیم. اگر خوش نکرد دیگه باز مجبور هستیم ادامه نتیم و پشت صحنه رو نشر کنیم. دیگه دوستا هدف ما در کل امی است که یک پیام مثبت برسانیم و پیام‌های منفی را روز به روز کم ساخته بریم. چرا که آشپزی هم هر روز خسته ساخته بود، خود ما رو شما رو. دیگه کوشش می زیاد ما است که یگان تغییرات بیاید، یگان طنز آماده بسازیم، یگان داستانکا جور کنیم از زندگی های واقعی. دوستایی که باز پیشنهاد دارن مثلا داستان بر ما روان کنن، شماره فرهاد در زیر پروفایل یوتیوب ما است که شماره فرهاد هم نمی شماره چی میگن دسترسی پیدا میکنین که دمی یوتیوب وصل است. دیگه شما میتونین در شماره مسیج کنین، پیشنهاداتتون بر ما بفرستین، یگان داستانای واقعی که دارین بفرستین. ما کوشش زیاد میکنیم با کمترین وقت از زندگی های واقعیتون بسازیم، ویدیو آماده بسازیم و به نشر برسونیم. دیگه شما هم میتونین اگر در زندگیتان که ما داستان دارین مثلا بخواین به تصویر کشیده شوه و مردم ببینه و یک پند باشه به مردم، باز میتونین انشالله در بخش کومنت ها یا هم شماره که یاسر جان گفت زیر پروفایل هست، باز میتونین که در اونجا مسیج کنین، در بخش کومنت ها بر ما بگوین داستانتون روان کنین. دیگه باز انشالله میگیریم براتون ثبت میکنیم نشر میکنیم تا که ببینین چه قسم است. دقیقاً. نگه دوستا ما زیاد پرگویی نمیکنیم، پر حرفی گفته یاسمین جان نمیکنیم. ما کدام عرض ندارم، حمایت ما کنین تا ما پیشرفت کنیم و تا یک دلگرمی باشه با وطندارایی که از وطن دور هستن. یاد وطن، خاطرای وطن آزاد شوه انشالله، چی میگن تازه شده بره. دیگه کوشش زیاد مایی است که اگر احیانا شما این برنامه ها خوشتان آمد، صحنه ها رو تغییر میتیم، کوشش میکنیم در یک جای ثبت نکنیم، جایهای مختلف ثبت بکنیم انشالله تا جایی که دسترسی داریم. دیگه حمایت ما بکنین خوشحال میشه. دیگه قربان همگیتان وطندارای خوب بیننده برنامه ما بودین. تشکری خاص میکنم از کومنت های زیبایتان، قربان دوستایتان که بر ما کومنت های خوبش نوشته میکنین، تعریف میکنین، قربان همگیتان. دیگه برنامه را زیاد طولانی نمیسازیم. دیگه بازم خدا کنه که از ویدیوها خوشتان آمده باشه. دیگه کدام گفتنی خاص دیگه نداری یاسر جان؟
دیگه تا برنامه بعدی و لاگ بعدی ویدیوی بعدی اگر خوشتان آمد دیگه همینجا خداحافظی میکنیم. لایک کامنت سابسکرایب یادتان نره. خدا حافظتان.